سلام، سرخط خبرها. یک مقامدار روس گفت 60% جنایت‌ها را در روسیه مهاجران صادر کردند. بیش از 70% اهالی تاجیکستان دهاتی بودند. داعش مسئولیت قتل فرمانده امنیتی طالبان در بدخشان را بر دوش گرفت. نیروهای روسیه در سراسر جبهه شرقی و به ویژه شهرهای بهمود و آودیفکا ولایت دونتسک موقعهای ارتشی اوکراین را آتشباران کردند. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین روز 28 دکبر گفت این شهرها در دوام ماه جاری مورد حمله‌های گسترده قرار گرفتند. ستاد میگوید نیروهای روسیه در جنوب بناهای ملکی شهر خرسون و دنیپروپتروسک را آتشباران کردند. با قول آنها نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته 33 حمله توپخانه و یا ارتلری و یک حمله موشکی راه‌اندازی کردند. مقامات روسیه گفتند که اکثر جنایت‌های ثبت شده در روسیه را مهاجران صادر کردند. الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه در حسابات سالانه خود گفته است که سال 2022 در روسیه 37,000 جنایت ثبت شده است که 60% آنها را مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی صادر کردند. تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان کشورهای شامل آسیای مرکزی اند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید اکثر پرونده ها نسبت به مهاجران که در روسیه قشر آسیب پذیر و بی‌حمایه‌اند ساختند. با گفته او به خاطر به دست آوردن رتبه ها کارمندان مقامات روسیه مهاجران را با عادی ترین قانونشکنی پرونده میکنند و چند گناه ناکرده را نیز به سرشان بار میسازند. الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشات گفته است مهاجران بیشتر در مسکو، ولایت مسکو، سنت پتربورگ، چلیابنسک، کورگانسک و کالوگا جنایت صادر کردند. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کاروز زندگی میکند. 2 سال پیش مقامات تاجیک گفته بودند که بیش از 10,000 شهروند تاجیکستان در بازداشتگاه و زندانهای روسیه قرار دارند. حامیان حقوق در بیشتر موارد پرونده‌های ضد مهاجران تاجیک را ساخته می‌دانند. یک صاحبکار در کلاب میگوید که زیر فشار کارمندان دادستانی این شهر کارش را قطع کرده است. دادستانی رستم آدینیف را برای فروش محصولات مهلت استفاده اشان به انجام رسیده 6,000 سومانی جریمه کرده او را از حق تجارت محروم کرده است. همکارم درباره بحث این صاحبکار با دادستانی گزارش آماده کرده است که آن را در برنامه اخباری آزادی تماشا کنید. روسیه با یک مهاجر تاجیک که در سالهای جنگ شهروندی در نیروهای مرزبانی این کشور در تاجیکستان خدمت میکرد پس از 29 سال سابقه داری جنگ داده است. میربقا دادوکلانوی 50 ساله در سال 1993 در مرز تاجیکستان با افغانستان خدمت کرده است. آن زمان در این نقطه مرزی مرزبانان روس قرار داشتند. او از کمترین سربازان تاجیک بود که در حمله به پاسگاه 12 در مرز شرکت داشت. در آن حمله که مقامات کاری مخالفین تاجیک می‌دانستند 25 مرزبان روس هلاک شده بود. میربقا دادوکلانوف که در روسیه در ساختمان کار میکرد برای صاحب شدن شهادتنامه سابقه دار جنگ 29 سال انتظار شد. او گفت ناعدالتانه سهم او را در حفظ جان همیراقانش در حمله خونین سالها نادیده گرفته بودند و تنها ماهی گذشته پس از تلاش‌های زیاد برایش سابقه دار جنگ دادند. میربقا در یک صحبتش با رادیو آزادی گفته بود که تلاشش برای دریافت شهروندی روسیه نتیجه نداده است و آثار جراحتی که آن سالها برداشته بود اذیتش می‌دهند. آن زمان با گفته او به همه روس‌های اشتراکچی حمله به پاسگاه 12 جایزه و مکافات ارزنده داده بودند ولی حق او را همچون تاجیک نادیده گرفتند. روس‌ها تا سال 2005 قسمی از مرز تاجیکستان با افغانستان را نظارت می‌کردند و جوانان تاجیک طریق قرارداد با آنها در حفظ مرز همکاری می‌کردند. زمانی حضور روس‌ها در سرحد مرزشکنی و انتقال مواد مخدر به تاجیکستان افزایش یافته بود. آژانس آمار تاجیکستان گفته است که تنها 2.5 میلیون اهالی تاجیکستان در شهرها و بیش از 7.5 میلیون ساکنان در دهات زندگی می‌کنند. آژانس آمار با نشر یک فهرست تازه ثبت شهروندان کشور گفته است که تقریباً 74% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی می‌کنند. بر این اساس بیش از 51% اهالی کشور مردها بودند و شماره مردها 140,000 بیشتر از زنان بوده است. مقامات در تاجیکستان گفته بودند که روز 23 ایول در تولدخانه رقم 2 شهر دوشنبه طفل چشم به دنیا گشاد که اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون نفر برابر کرد.
گروهی دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت کشتار منصبدار بلندپایه حکومت طالبان در ولایت بدخشان افغانستان را بر دوش گرفته است. رئیس امنیت این منطقه عبدالحق و دو همراهش 26 دکبر در فیض‌آباد مرکزی مأموری این استان افغانستان بر اثر ترکش ماشین سرشار از مواد منفجره به قتل رسیده بود. بدخشان افغانستان با ولایت همنام تاجیکستان و چین و پاکستان هم سرحد است. نماینده وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان عبدالنفی تکور بر رادیو آزادی گفت که در رابطه با کشتار عبدالحق 4 فرد متهم بازداشت شده است. و بانک ملی تاجیکستان برای روز 28 دکبر قربی 1000 روبل روسی را 144 سامانی و 50 درم، $1 امریکایی را 10 سامانی و 20 درم و 1 یورو را 10 سامانی و 85 درم مقرر کرده است. قربی رسمی بانک ملی از قربی اسعار در بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. برنامه ما به پایان رسید و اخباری بیشتر از این را در صفحه‌های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. شما را ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت تاجیکستان در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. خدا نگهدار.